بخش دوم. بعد از ناپدید شدن حسن، سکوت و ترس بر روستای گران سایه انداخت. مادر حسن، فاطمه، هر روز به انتهای کوچه میرفت و چشم به راه پسرش میدوخت. مردم روستا هم از ترس شبها حتی برای کاری ضروری از خانه بیرون نمی آمدند. صدای خنده های شوم از خانه متروکه همچنان به گوش می رسید و حالا دیگر همه می دانستند که داستانها و افسانه های قدیمی واقعیت دارند. علی، همان مرد مسن روستا که خود را مسئول می دانست، تصمیم گرفت به دنبال راهی برای خلاصی از این بلا بگردد. او به یاد آورد که پدر بزرگش داستان زنی به نام دیو سیاه را برایش تعریف کرده بود. زنی که به دلیل عشق نافرجام به مردی از روستای گران به کوهستان پناه برد و در آنجا با جادو و جنگیری تبدیل به موجودی شیطانی شد. دیو سیاه از آن زمان به بعد هر چند دهه یک بار به روستا باز می‌گشت و جوانی را با خود می‌برد تا با او به آرامش برسد. علی می‌دانست که برای شکست دادن این موجود باید به دنبال کتاب طلسمات قدیمی بگردد. کتابی که نسل به نسل در خانواده آنها منتقل شده بود و گفته میشد که قدرت شکست دادن دیو سیاه را دارد. علی تمام شب را در زیرزمین خانه اش در میان جعبه‌های قدیمی و خاک گرفته به دنبال کتاب گشت. بالاخره در میان یک صندوقچه چوبی کتابی با جلدی چرمی و کهنه پیدا کرد. کتاب پر از خطوط و نمادهایی بود که علی چیزی از آنها نمی‌فهمید. اما در انتهای کتاب تصویری از دیو سیاه و طلسمی برای نابودی او وجود داشت. طلسمی ساده نبود. برای اینکه کار کند، باید نور ماه کامل بر آن بتابد و با خاک 7 قبرستان مخلوط شود. علی از شنیدن این حرفها ترسید، اما برای نجات روستا و انتقام خون حسن مصمم بود. او شبانه با بیل و یک کیسه کوچک به سمت قبرستان قدیمی روستا رفت. قبرستان در دامنه کوهستان قرار داشت و تاریکی آن با صدای باد که در میان درختان خشک میپیچید، وحشت را در دل علی میکاشت. علی با ترس و لرز از 7 قبر مختلف مقداری خاک برداشت و در کیسه ریخت. وقتی کارش تمام شد، به سمت خانه برگشت. در راه صدای خنده‌های شوم از خانه متروکه دوباره به گوشش رسید. این بار صدا آنقدر نزدیک بود که علی حس می‌کرد دیو سیاه پشت سرش ایستاده است. در شب ماه کامل علی به تنهایی به سمت خانه متروکه رفت. در دستش کیسه خاک و در جیبش کتاب طلسمات بود. وقتی به خانه رسید در باز بود و نور ماه داخل خانه را روشن کرده بود. در وسط خانه دیو سیاه ایستاده بود و به حسن که در گوشه‌ای از اتاق به زنجیر کشیده شده بود نگاه می‌کرد. حسن با چشمانی خالی و پوستی رنگ پریده مثل یک عروسک بیجان به نظر می آمد. علی به سرعت به سمت دیو سیاه رفت و طلسم را از کتاب بیرون آورد. طلسم را جلوی نور ماه گرفت و مقداری از خاک 7 قبرستان را روی آن ریخت. خاک در تماس با طلسم شروع به درخشیدن کرد و نوری آبی رنگ از آن ساطع شد. دیو سیاه از دیدن نور آبی رنگ ترسید و فریادی از ته گلو کشید. علی طلسم را به سمت دیو سیاه پرتاب کرد. طلسم به سینه دیو سیاه خورد و او را در نور آبی رنگ غرق کرد. دیو سیاه فریاد می‌کشید و می‌لرزید. کم کم بدنش شروع به محو شدن کرد و به جای آن تنها گرد و غبار سیاه رنگی در هوا پخش شد. صدای خنده‌ها و ناله‌ها قطع شد و سکوت جای آن را گرفت. وقتی گرد و غبار فرو نشست، اثری از دیو سیاه نبود، اما حسن همچنان در گوشه‌ای از اتاق به زنجیر کشیده شده بود. علی به سمت حسن رفت و زنجیرها را باز کرد. حسن چشمانش را باز کرد و نگاهی به علی انداخت. چشمانش هنوز خالی بودند اما روح دوباره به آنها برگشته بود. علی حسن را به خانه مادرش برد. فاطمه از دیدن پسرش خوشحال شد و اشک شوق ریخت. اما حسن دیگر آن حسن سابق نبود. او تمام اتفاقات آن شب را به یاد داشت و هر شب در خواب صدای خنده‌های شوم دیو سیاه را می‌شنید. مردم روستا برای نجات از این کابوس خانه متروکه را ویران کردند و خاک آن را به دریاچه نزدیک روستا ریختند. اما میگویند که روح دیو سیاه همچنان در کوهستان گوران می‌گردد و هر کسی که در شب‌های تاریک به آنجا نزدیک شود صدای خنده‌های او را می‌شنود.
خب این هم از داستان دیوجن در کرمانشاه. اگه از این داستان خوشتون اومد لطفاً ویدیو را لایک کنید و کانال کابوسنامه را سابسکرایب کنید. ممنون از همراهی شما.